مطمئن باشد اگر ما سر قدرت آمدیم همسایه قرقیز گنخ صحبت نمیکنن. اونا ضرب مشت و ضرب قدرت مجاهدین را خوب درک میکنن. اما در مسئله مرزها شما گفتید که مشکلات مرزی ما با همسایه کشورها این است که ما ضعف اقتصادی داریم و دیگران استفاده میبرند. برادر عزیز، ما نه تنها ضعف اقتصادی، ما امروز ضعف دیپلماتی داریم، ضعف سیاسی داریم، ضعف دولتداری داریم، تنها ضعف اقتصادی نداریم. قرقیزستان هم یک کمتر وضعیت اقتصادیش از ما بهتر است، اگرچه اهالیش از ما کمتر، اما در مسئله حفظ این مرزهایش دیدید چقدر با جسارت عمل میکند. برای چی؟ برای آنکه کماند دیپلماتی قوی دارد، پرزیدنت قوی دارد، وزیر امنیت قوی دارد که هر روز میآید بعد از ملاقات با طرف تاجیکستان در نزد خبرگزاری ها آشکار مصاحبه میتد، پرس کنفرانس میتد، تاجیکستان را تهدید میکند، حتی میگوید که تاجیکستان دولتداری نداشت و ما قرقیزها با آنها دولتداری دادیم. یتیموف که نماینده تاجیکستان است در گفت و شنید با قرقیزها، بعد از گفت و شنید چیکار میکند؟ آیا پرس کنفرانس میتد؟ میترسد از ژورنالیست ها بیاید صحبت کند آشکار؟ برای چی؟ برای اینکه موقعش ضعیف است، حرفی برای گفتن ندارد و پنهانی میگردد، مثل همون کورشاپره که از آفتاب میترسد. مقامات تاجیکستان از ژورنالیست، از پرس کنفرانس مثل همون کورشاپره از آفتاب میترسند. اما مقامات قرقیز میاد آشکار موقعش رو میگه. برای چی؟ برای که مقامات قرقیز وابسته ملت است. اگر یک روز نشست مطبوعاتی نداد و به مردم شهر نداد وضعیت رو، فردا مردم قرقیز از نو انقلاب میکند، این حکومت رو هم بیرون در میکند و یک نفر دیگر رو میارد. اما رحمانوف، یتیموف، اصلوف، وزیر خارجه تاجیکستان، اینا فکر میکنن که ملت تاجیک باید که تا آخر حیات میندار اینا باشد، خدمتگار اینا باشد. اینا فراموش کردند که پرزیدنت انتخاب شده است برای گزارش دادن به مردم. وزیر امنیت باید گزارش بتید، وزیر خارجه باید درباره وضعیت مرزها گزارش بتید. برادر عزیز، ما وقتی که سر قدرت آمدیم اولین کاری که میکنیم به مردم آشکار و شفاف خواهیم گفت که این سازشنامه درباره مرز که بیشتر از 1000 کیلومتر کوادراتی زمین تاجیکستان را از قسمت بدخشان به همسایه کشور دادن، در کدام سازشنامه ثبت شد و چگونه دادن و روند مذاکرات با قرقیزستان در چه شرایط است، زمین با قرقیزستان چگونه حل می شود. این را باید ملت شفاف بداند و ملت هر کسی را که میخواهد سر قدرت میارد که مسائل مرزی را حل و فصل کنند. مطمئن باشد اگر ما سر قدرت آمدیم همسایه قرقیز گنخ صحبت نمیکنند. اونا میدانند که اپوزیسیون تاجیک چگونه رفتار کرده بود، چگونه رفتار میکند و اونا ضرب مشت و ضرب قدرت مجاهدین را خوب درک میکنند. برای همین وقتی که در اون سالهای قبلی که خدا رحمتی حاجی عبدالحلیم زنده بود و مجاهدان یک کمتر قدرت داشتن، وقتی که رحمان مجبور شد اولین کاری که کرد از مجاهدین خواهش کرد که گفت با همون لباسهای مجاهدی را پوشیده در مرز قرقیزستان در چارکو در واروخ رفته در اونجا مرزبانی کنید، چون میدونن که همسایه ها از مجاهد و از نیروهای ملی چقدر نگران هستند. اما از این رحمان و فضیتیموف کی میترسد؟ از اون 4 سرباز بیچاره بیمار که از طریق ابله و به خدمت عسکری بردن. بعدا از همه مهمش طرف قرقیزستان در دستش پرونده های ضد کروپسیونی زیاد ضد خانواده رحمانوف دارد. هر بار که رحمانوف درباره مرز گپ زند اون پرونده رو درباره میز میموند، طرف ما خاموش میشود. بنابر همین مطمئن باشد که ما مشکلات مرزی رو با شکل دیگر حل خواهیم کرد.